حلوای بحرینی. حلوای بحرینی درست کنیم با مامان خوشگل. سلام به تمام همراهان عزیزم. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. امروز اومدیم با هم دیگه یه رسیپی فوق‌العاده خوشمزه درست کنیم. حلوای بحرینی فوق‌العاده مقوی و برای پوکی استخوان، برای افراد سالمند، برای کودکان خیلی مفید هستش و مقوی هستش. امیدوارم که همراه ما تا آخر این ویدیو باشین. خب میریم سراغ درست کردن حلوامون. اول از همه 3 لیوان شکر داریم که این 3 لیوان شکر رو میریزیم توی قابلمه و با شعله خیلی ملایم میذاریم کاراملی بشه. ادامه مراحل رو بهتون نشون میدم. زیر شعله رو کاملا کم کردیم و این 3 لیوان شکر رو میذاریم داخل قابلمه تا به مرور زمان خودش به صورت کاراملی در بیاد. این مرحله تا موقعی که ما شکرامون رو میذاریم کاراملی بشه میایم نشاستمون رو همراه با آب کاملا حل میکنیم. نشاسته به اندازه 1 لیوان و آب به اندازه 3.5 لیوان. کاملا اینها رو با همزن هم میزنیم و حلش میکنیم. این حلوا شباهت زیادی با مسقطی خودمون داره که حالا آموزشش رو براتون میذارم، ولی خیلی خوشمزه است و یک سری تفاوت‌هایی با مسقطی داره. یعنی نمیشه گفت 100% شکل مسقطیه. باید انقدر هم بزنیم تا تمام اون نشاسته های گل همه باز بشه. من اینجا از گلاب و هل استفاده کردم. به جای هل از اسانس هل استفاده کردم. اسانس هل رو با گلاب قاطی کردم. زعفرونم من با یخ گذاشتم تا کاملا رنگ خودش رو پس بده و دم بکشه. توی مواد لازمش به اندازه 100 گرم کره داره. من به جای کره از روغن حیوانی و روغن مایعی مقدار خیلی کمی استفاده میکنم. مدت آماده سازی این حلوا تقریباً 2 ساعت هستش و باید حوصله زیادی داشته باشید چون باید با شعله خیلی کم بذاریم این شکر کاراملی بشه. تقریباً الان من 20 دقیقه گذاشتم، هنوز اینطوری شده. بعد از نیم ساعت تقریباً به این مرحله رسیده و هنوز کاملا کاراملی نشده. من به خاطر که قابلمه هی تکون میخوردش با دستگیره میگیرمش که قابلمه هی تکون نخوره و مداوم باید اینو همش بزنیم تا شکرمون نسوزه.
خب در حین درست کردن حلوای بحرینی هستیم که داره شکرمون کاراملی میشه. من در حال حاضر دارم کتاب محدودیت صفر رو میخونم که نویسندش جوویتال و هالیکالا هیولن هستش. کتاب فوق‌العاده‌ایه. به خاطر همین گفتم که شاید خالی از لطف نباشه که بخوام این کتاب رو توی این ویدیو معرفی کنم. از روزی که من دارم این کتاب رو میخونم و تکنیکی که این داره آموزش میده، تکنیکی به نام هواپونوپونو هستش که داره آموزش میده، خودم به صورت خیلی ناخودآگاه و با تکنیکایی که توی این کتاب معرفی کرده و انجام دادم، دارم یک سری تغییرات خیلی مثبتی رو توی حالا مسیر زندگی خودم و اطرافیانم دارم میبینم که نشون میده واقعا این کتاب به تمام معنا واقعا عالی و اثرگذار و لذت بخشه. من که سیر نمیشم از خوندنش. تا حالا 160 صفحه شو خوندم و از اون کتابه که آدم سیراب نمیشه. در مورد یک روانشناسی هستش که در سال 2006 با این تکنیک آشنا میشه و میاد بیماران روانی رو بدون اینکه اونها رو ویزیت بکنه میاد اونها رو شفا میده، به طوری که توی جزایر هاوایی بوده. کلاً توی اون جزیره هاوایی دیگه هیچ مریض روانی وجود نداره، همه مریضا شفا پیدا میکنن و خوب میشن و کلاً اون بیمارستان روانی رو میبندن. وقتی من این داستان رو شنیدم خیلی برام جذاب بود. گفتم چطور میشه که حالا یک دکتر، یک روانشناس بتونه بدون اینکه مریض خودش رو ببینه و ویزیت بکنه شفا بده. این شد که رفتم این کتاب رو خریدم. به شما هم پیشنهاد میدم حتما این کتاب رو تهیه کنین و بخونین. واقعا یک گنجیه به نظر من. امیدوارم بخونین و لذت ببرین. کنارش هم این حلوای عربی رو نوش جونتون کنین که فوق‌العاده است. خب وقتی که به این مرحله رسید شکرمون و تقریبا میشه گفت دیگه کاراملی شده، البته تیکه های شکر هنوز توش هستش. ما نشاسته رو که حل کردیم داخل آب همش میزنیم و به شکر اضافه میکنیم. وقتی که نشاسته رو اضافه میکنیم یک مقدار حالت آب نباتی میگیره به خودش. جای نگران کننده ای نیستش. یواش یواش با همون حرارتی که داره روی شعله ملایم شکرمون باز میشه و با نشاسته حل میشه. ببینین کاملا صفر شده. میبینین؟ ولی هیچ جای نگران کننده نیست. یواش یواش با حرارت شکر باز میشه و به صورت محلول در میاد.
ما الان بعد از تقریبا میشه گفت نیم ساعت که با شعله ملایم داریم هم میزنیم، هنوز 2 تا تیکه از شکرامون و شکرهای کارامل شدمون باز نشده. فعلا به این مرحله رسیده. اینو همینطور درست میکنیم و بهتر این حلوا رو با کفگیر چوبی درست کنین. هم طاقتش توی گرما بیشتره و هم که قشنگ دورگیری میشه. توی این مرحله از پخت که رسیدش، من میام 50 گرم کره بهش اضافه میکنم. کره و روغنمون رو مرحله مرحله اضافه میکنیم. اگر کافی بود دیگه میتونیم به اندازه اون 1 لیوان روغنی که باید بریزیم نریزیم و کمتر از اون 1 لیوان بریزیم. کره توی عطر و طعم حلوامون خیلی تاثیر داره و همچنین اون جنس حلوامون توی لطافتش خیلی تاثیر داره. هنوز حلوای ما کامل پخته نشده و خیلی کار داره و روی حرارت ملایم باید همچنان هم بزنیم. ادامه مراحل رو من بهتون نشون میدم. این حلوا بسیار مقوی و مغذی هستش. همینطور که گفتم برای افراد میان سال و افراد که لحاظ بنیه بدنی نیاز به تقویت دارن، کودکانی که توی خونه هستن، بچه‌های کوچیک که مدرسه میرن توی تایم مدرسه ها، این حلوا میتونه یک خوراکی و میان وعده فوق‌العاده عالی و غنی شده ای باشه. همچنان این حلوه ما نیاز داره که روی حرارت باشه. من مرحله مرحله به شما نشون میدم. الان دوباره یک قاشق دیگه از روغن حیوانی که شما میتونین از کره باز شده یا روغن کرمانشاهی هم استفاده بکنین. هنوز یک تیکه از شکر کاراملی من توی این حلوا باز نشده که من دارم آهسته آهسته بازش میکنم. اگر دیدین حلواتون توش تیکه های نشاسته باز نشده و درده شده و تیکه تیکه توش داره، چون این حلوا باید یک حلوای صاف و روونی باشه. اگر دیدین اینطوری هستش، قبل از این که شما بخواین مغز به اون اضافه بکنین و کره به اون اضافه بکنین، وقتی که پخته شدهش و دیدین درده داره، میتونین از صافی رد بکنین. من احتیاجی نداشت که من از صافی رد کنم، چون خیلی روون و همینطور که میبینین نیازی نداره. این حلوا رو شما میتونین هم داخلش مغز بریزین و هم برای تزیینش. من داخلش نمیخوام بریزم، داخلش فقط یک مقدار پودر نارگیل میخوام بریزم و روش بیشتر میخوام از مغز استفاده بکنم. داخلش فقط پودر نارگیل میریزم. دوباره یک قاشق دیگه
همچنان این حلوای ما احتیاج داره که هم بخوره. کم کم حلوای ما در حال آماده سازیه. این حلوا هم مثل بقیه حلواها زمانی آماده میشه که دور قابلمه یا ظرفی که داریم میپزیم نگیره و حالت گهواره‌ای داشته باشه. این هنوز میچسبه. حالا توی این مرحله من مقداری نارگیل بهش اضافه میکنم. نارگیل و یا هر مغزی که شما اضافه بکنین به دلخواه هستش. میتونین اضافه هم نکنین و فقط روش بریزین. من برای داخلش از نارگیل استفاده میکنم و برای روش از بقیه مغزیجات. میتونین اصلا داخلش هیچی هم نریزین، حتی همین نارگیل هم نریزین و فقط روش از مغز استفاده بکنین. حالا گلاب و هلی که ما با همدیگه من اسانس هل استفاده کردم به این حلوامون اضافه میکنیم و زعفران. و مجدد شروع میکنیم به هم زدن. من به نظرم 1 لیوان روغنی که بهتون گفتم به نظر من زیاد اومد و من 1 لیوان روغن رو نمیریزم. همون 50 گرم کره رو ریختم و 3-4 قاشق هم کره حیوانی. ولی بازم بستگی به ذائقه و سلیقه خودتون داره. شما یه وقت میبینین درست کردین دیدین بیشتر احتیاج داشت، همون 1 لیوان رو میتونین بریزین. فقط نکته‌ای که در مورد روغن میتونم اینجا بهتون بگم اینه که روغن جامد استفاده نکنین، یا اگر خواستین روغن جامد استفاده بکنین همه‌شو از روغن جامد استفاده نکنین، چون توی حلوا میماسه و شکل بعد از اینکه مثلا نصف روز میمونه و حلوامون سرد میشه ظاهر زیاد قشنگی نمیگیره. پس با روغن مایع و روغن جامد با همدیگه مخلوط کنین اگر خواستین استفاده کنین. یعنی یک بوی، یک عطری این حلوامون داره که نگم براتون. بهتون پیشنهاد میدم حتما این حلوای فوق‌العاده خوشمزه رو درست کنین. دوست عزیزم اگر تا اینجا از این ویدیو لذت بردی سابسکرایب کن، دکمه زنگوله رو بزن تا هر موقع من ویدیو جدید گذاشتم حتما خبردار بشی و متوجه بشی. تازه اگر الانم نخواستی از این ویدیو استفاده بکنی و بعداً خواستی این حلوا خوشمزه رو درست کنی حتما سابسکرایب کن تا فراموش نکنی و کانال ما رو فراموش نکنی و گمش نکنی. اگرم فکر میکنی که دوستی داری، آشنایی داری که اهل شیرینی و غذاهای خوشمزه و مقوی هستش حتما این پست رو براش ارسال کن تا اونم بتونه این حلوای خوشمزه رو درست کنه. خب توی این مرحله همینطور که میبینیم حلوای ما آماده شده و به دیوارهای اینم از بافتش. میبینین همینطور که مشاهده میکنین نباید به دیوارها حالت چسبناکی داشته باشه و جدا باشه.
نمیدونم داخل فیلم دیده میشه و میتونه کاملا ببینین یا اینکه دوربین نمیتونه این جزئیات رو بگیره. امیدوارم که توضیحات هم کامل و کافی باشه. بریم برای کشیدن این حلوای خوشمزه. حلوامون آماده شده برای اینکه توی ظرف بریزیم و اون رو بکشیمش و تزیین کنیم. این حلوای خوشمزه با پیشنهاد مهرانا جون بود. مهرانا هوس حلوا کرده بود، ما هم تصمیم گرفتیم این حلوای خوشمزه و مقوی رو براش درست کنیم. خب بریم با هم دیگه بکشیمش. این از بافتش که بهتون گفتم، فکر می‌کنم اینجا بیشتر دیده میشه. حالا به نظر خودم نمیدونم. امروز با مامانم چی بود اسمش؟ حلوای بحرینی. حلوای بحرینی درست کردیم. موشه جان حلوای بحرینی